Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, mission accomplished. May Allah reward the team and the donors of Ihsan Group. This is barakah, MashaAllah. As sisters was struggling, having no place to sleep. Now, MashaAllah, they found a home and we paid the rent for a year. Alhamdulillah, they're going to take care of that. And we send also some food for her and her children. May Allah reward all the donors. It's in your Mizan al-Hasanat. Imagine this dua. Imagine that a sister was crying, having no place to sleep. Children were crying and is away thousands of miles away from us. Subhanallah, and you respond to her call and you donated. For people who donated, mashallah, imagine how Allah Azza wa Jal will repay you. How Allah is happy with you. This is exactly what the Prophet ﷺ said, that he said that for me to go help my brothers and sisters in their need better than stay in my masjid, in me and Medina, 40 nights in i'tikaf. To go with your brother and help them, it's more reward. And Allah loves that deed than you make i'tikaf. Not only in any masjid, in the masjid of the Prophet Muhammad for 40 nights, to go with them, it's more rewarded. And this is what happened to us, alhamdulillah. May Allah accept from all these donors. Everyone participate and give a help. May Allah Azza wa Jal put a barakah in your house, barakah in your household, barakah in your rizq, barakah for your children. Wallahi, this dua of those children, dua of that sister, we're gonna reach you bi'idhnillah. Alhamdulillah, problem solved, and we share the video when we give her that new place that she's gonna live there, inshallah ta'ala, and we pay her rent, alhamdulillah, for 1 year. Barakallahu fikum jami'an. Barakallahu fikum. بسم الله الرحمن الرحیم. استاد بسیار علی قدر و معزز استاد عبدالبصیر علی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا کنه که جور و صحتمند باشین. استاد گرامی، 12 قلم مواد خوراکه و 1 قلم هم شوینده، ایره به خواهر گرامی ما که وضعیتشان خراب بود، سی ویدیویشان شما دیده بودین، برشان آوردم. شما در تصویر میبینین که روغن و پیاز و برنج و یعنی قسم دال و ماش کلش دیده میشه انشالله. شما میبینین همهشان 13 قلم است. خداوند از شما قبول بکنه، زنده و سلامت باشین. گفتین که بر 1 سال خواهر ما بر 1 سالش شما ماهانه 2000 افغانی هم برشان تسلیم بکنین. ما از این خواهر فقط برای 2 ماهشه این دفعه میتیم دیگه انشالله. اگر زندگی بود بعد از 2 ماه 2 ماهشان دیگه هم برشان میتم. خداوند شما قبول بکنه. از خواهر ما میشنم که وضعیتش چطور است، از اوجه که جواب داده آلی کجا آمده و امروز به خاطر این مواد چقدر خوش است از خواهر میشنویم. سلام علیکم بیادر جان. خداوند تعالی تو بسیار عمر بده. امروز من خوشحال هستم در زمین آسمان ما جای نمیشیم. خداوند تعالی قبض تا جان کردن که در اونجا بودم بسیار جگر خون بودم. تا ساعتی که بیادر مرا گفت که یک بیادر است کرای تا میتونی تو یک خانه پیدا کنم. ما سرپرست نداشتم، زیر جای رفتن نمی‌تونم. در اینجا که یک بیادر بود اینجا گوتا خود که ما تا یک بیادر نمیکنه. قوم خوب بود تو که تمام کاری میکنه. خداوند تعالی دنیا را طرف تو دنیا را طرف بسیار سیاست بسیار پرست ناامید است. من در هزار طرف ناامید است. سیاست که شوارش خدا میگیره، سرپرستش خدا میگیره، اون بگیره از که در پیش خداوند سالا بگیره. اتاق کدام اتاق است که برای شما داده؟ امی است؟ خب اینی بازو طرف دیگر را داره؟ خب اینی است. برش گفته که باید 2000 خودت بودی از امی اتاق. دیره خواهر اینی 4000 افغانی. چند است؟ حساب کو چند افغانی است؟ 4000 افغانی. این از 2 ماه شد. 1000 شده کرایه و 1000 در مصرف. اینی بچه که من مکتب میرفت چبلق قلم چیزا نداشت. چبلق که دخترم من میپوشت. خداوند تعالی این قبول تکجام کردن تا که دنیا زمان انشاءالله بخیر باشه. دعا بکنیم استاد ما بسیار آدم خیر است. بخیر باشه. تشکر. خداوند مشکلات شما را حل بکنه. بخیر باشین. یعنی 20000 دیگه هم پیش ما است از شما. خوب که او انشالله تا 1 سال مکمل او باید براتان داده شد. بخیر باشه. تشکر.